4 تا داشت چیز گذاشتیم، کدوم تو این آهنگ خفن بود؟ همه گفتم پیش رو برای چی باید زیر 100,000 تا باشه چنل یوتیوبش؟ من کیرم تو دهن اون معرفت. چطور میشه 20 سال زحمت بکشی تو رپ فارسی؟ اصلا خودمو نمیگم آقا، ایشونو میگم. چطور میشه 20 سال زحمت بکشی، زندان بری، فلان بری، بیسار بری، یه کسکشی نیاد برات یه دونه پاسپورت بده بریم اونجا UN امضا بزنی؟ من شاشیدم تو این معرفت. اگه من دارم اشتباه فوش میدم من خودم مادر، ولی داشت یه موقعی باید بیا بگی من کیرم تو این داوری دیگه. این چه داوریه؟ یارو میکاپ میکنه داداش، یارو میکاپ میکنه، چونشو تکون میده، کسکش 2 میلیون سابسکرایبر داره، 20 ساله داری رپ میکنی، یک شب داریم خواهی میکنیم، هنوز به 100,000 نرسیدی. خب این آدم معرفت رو باید با پا بری تو کسته ننه.